آموزش هیدن لایت. هیدن لایت یعنی دور تا دور سر رو ما موها رو جدا میکنیم، قسمت بندی میکنیم و قرار دور تا دور سر رو بلوند بکنیم. فیس فرم فقط جلوی مو هستش. هیدن لایت ولی بلوندی دور تا دوره، یعنی اگر مشتری موهاشو بخواد بالا دم اسمی ببنده، قشنگ دور تا دور سرش بلوند هستش. بستگی به حجم مو داره. بعضی وقتا نیازه که هر ردیف رو ما 2 تا ردیف یا 3 تا ردیف برداریم. اگر مشتری جلوی موهاش کمتر باشه یا قسمت شقیقه های موهاش موی کمی داشته باشه، تعداد فویل ما بیشتر میشه. من دارم حد اندازه موهایی که باید برداشته بشه رو مشخص میکنم. دور تا دور سرش رو برداشتم و الگو رو مشخص کردم. شروع میکنم برای مواد گذاری. بر طبق بلندی مو فویل ببرید. طریقه بریدن فویل رو نگاه کنید. رو چوب میذاریم، تا میکنیم و از کنار میبریم. بالای فویل رو تا بزنید و مواد دکلوره رو آماده کنید و فویل رو زیر مو بگذارید و مواد روش بزنید. پودر دکلوره آبی و اکسیدان 6% رو آماده کردیم و قشنگ فویل رو زیر مو میگذاریم و شروع میکنیم به مواد گذاری. مواد خوب با برس روی مو بزنید. از مچ دستتون استفاده کنید. قشنگ مواد رو بزنید. یک دور شونه بکشید روش که قسمت زیر مو هم مواد داشته باشه. پایین فویل رو تا میکنیم. از قسمت پایین فویل رو هدایت میکنیم به قسمت بالا. بس هم قسمت بالای فویل رو ما تا کردیم، هم قسمت پایین رو. چرا این کار رو میکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی فویل رو بستیم دیگه فویل سر نمیخوره. بچه‌ها طریقه بستن فویل خیلی مهمه. این درست بستن فویل باعث میشه شما تو تکنیک‌های دیگه هم راحت باشید. قشنگ بغل فویل رو تا بزنید. قسمت بالای فویل هم قفلش کنید. این باعث میشه فویل محکم بمونه. فقط موقع شارژ کردن فویل رو باز کنید. فویل رو به اندازه بلندی مو ببرید. یه قسمت پشت گوشم بر می داریم. 2 تا فویل اینجا. طریقه بستن فویل که به صورت مورب هستش رو به شما نشون میدیم. مو رو به اندازه نازکی ورق کاغذ باید بردارید. چه تو هر تکنیکی مو رو باید به اندازه نازکی ورق کاغذ بردارید. فویل رو به اندازه بلندی مو بریدیم. فویل رو زیر مو میگذاریم. شروع میکنیم مواد گذاری. فویل رو به صورت مورب و کج نگه میداریم و اون یکی دستمون رو زیر فویل قرار میدیم و فویل رو مهارش میکنیم. مهار کردن فویل خیلی مهمه بچه‌ها، چون تو اکثر تکنیک ها ما به صورت زاویه کج و مورب برمیداریم. باید مهار کنید فویل رو. پایین فویل رو تا میکنیم و فویل رو هدایت میکنیم به سمت بالا. ببینید فویل رو هم قسمت بالاش رو باید تا کنید، هم قسمت پایین رو. وقتی میبندید فویل محکم میمونه و سر نمیخوره. قبل از که ما استارت کار رو بزنیم، دور تا دور سر رو تافت زدیم، چسب زدیم که این خورده موها داخل دکلوره نیاد و به دکلوره برخورد نکنه. خب ببینیم ما فویلا رو داریم باز میکنیم. شارژ دوم. پایین موهاشون چون از قبل رنگ تیره داره، ما باید دوباره مجدد مواد بزنیم و شارژ کنیم تا مو رو به پایه یک دست برسونیم و مقاومت مو رو هم چک میکنیم. ببینیم مو مقاومت داره تا ما ادامه بدیم. وقتی مو مقاومت داره ما مجدد فویل رو باز میکنیم و مواد جدید میزنیم. اینجا ما مو رو شارژ کردیم. بعد از 45 دقیقه نگاه کردیم، میبینیم مو به پایه خیلی خوب در صحت و سلامت رسیده. با پارچه مرطوب اول، بعد با پارچه خشک قشنگ مواد دکلوره رو برمیداریم. اینجا فویل بعدی رو باز کردیم. مو رو چک میکنیم، میبینیم این مو رو نمیشه برداشت چون پایینای مو همچنان تیره هستش و باید مواد جدید بخوره و مجدد مواد جدید میزنیم. بچه ها این کار تو تمام تکنیک های یکسانه ها، یعنی چک کردن فویلا، مو رو به سلامت رسوندن، تو تمام تکنیک ها همین قانونه. خب ما فویلا رو برداشتیم. الان میخوایم ریشه موهاشون رو مواد بزنیم.
اکسیدان 6% استفاده کردم با پودر دکلوره آبی و خط به خط مو رو باز میکنم و مواد دکلوره میزنم. یه نکته قبل از اینکه این کارو کنید به پوست مشتری پماد ضد حساسیت بزنید یا پماد سوختگی بزنید، چون مواد دکلوره باعث سوزش پوست میشه و شما وقتی پماد میزنید دیگه این اتفاق برای مشتری نمیفته و مشتری تحمل اینو داره که منتظر بمونه تا موهاش به پایه برسه، چون کف سر بر اثر گرما زود گرم میشه و باعث اذیت شدن پوست مشتری میشه. حتما این رو رعایت کنید. طریقه مواد زدن و شت زدن رو نگاه کنید. خط به خط برداشتیم و مواد دکلوره میزنیم. این قسمت هم که میبینین ما با فویل این پایینا رو نگه داشتیم، بازم مواد زدیم ببینیم مو باز هم میتونه به پایه بالاتر برسه، چون از قبل این مو رنگ تیره داشته. دور تا دور سر و فویلا رو برداشتیم، ریشش و مواد زدیم. تاکید میکنم حتما پماد ضد حساسیت بزنید، بعد مواد به ریشه مو بزنید. پودر دکلوره و اکسیدان 6% زدم. منتظر میمونیم نیم ساعت تا مو به پایه برسه. مداوما بچه‌ها چک بکنید. کنار گوشش پنبه گذاشتیم که به پوست گوشش آسیب نرسه. مشتری رو داخل سرشور آوردیم که مواد دکلوره رو بشوریم و مو رو آماده کنیم برای کنتراست ریشه. مو رو شامپو میزنیم تا مواد دکلوره کاملا پاک بشه. مواد کنتراست ما 4-1 و 4-2-0 آماده میکنیم. لکه‌های نارنجی رو مواد میزنیم. در 30 دقیقه مکس مییم داخل سرشور، مو رو با شامپو میشوریم و رنگساژمون رو انجام میدیم. به درخواست مشتری رنگساژ گرم براشون گذاشتیم. عزیزم راضی بودین؟ دستتون در نکنه، خسته نباشید. خواهش میکنم، مبارکتون باشه.